من مراد علی جعفری متولد 1355 اردیبهشت 1355 هستم. روی پدالاش جوش داد، رفتیم تو شهر، چند تای بوشا گذار زیرش آورد بالا که هم مسلطیم به ماشین هم جلومون قشنگ میبین. آرش کمانگیر تیر انداز ماهر ایران خود را برای پرتاب این تیر آماده کرد. همه نگران و منتظر پای کوه بلند دماوند ایستاده بودند. مادران دعا می‌کردند، پیرمردها اشک می‌ریختند. کودکان با بی‌تابی آرش کمانگیر را که با قامتی رشید و استوار پای کوه ایستاده بود نگاه می‌کردند. آرش با قدم‌های محکم از کوه بالا رفت. بالای تخت سنگی بزرگی ایستاد.